سلام. امروز قراره توی این ویدیو در رابطه با 5 تا ترفند بسیار کاربردی و جذاب که توی فایل های اکسلتون میتونید ازشون استفاده کنید صحبت کنم. این ترفندها ترکیب لوکاپ ها، حالا ایکس لوکاپ، وی لوکاپ و توابع دیگه هست و کمک میکنه که شما خیلی راحت فرمول هایی رو بنویسید و نتایجی که دلخواهتون هست رو به دست بیارید. ترفند اولمون ترکیب ایکس لوکاپ و سام هست. یک ستون پروداکت رو دارم که از پروداکت 1 تا پروداکت 100 دیتا درش قرار گرفته. ستون بعدی کوانتیتی هست که تعداد هر پروداکت توی این ستون قرار گرفته. من میخوام به نسبت مقادیر عددی یا کوانتیتی که این پروداکت ها دارن این پروداکت ها رو در این تیبل یا در این ستون سرچ کنه، مقادیر کوانتیتی یا تعداد رو به دست بیاره و در نهایت به من جمع اینها رو بده. برای این کار من از ترکیب ایکس لوکاپ و سام استفاده میکنم. ابتدا با استفاده از ایکس لوکاپ ولیو من این پروداکت ها هست. با کمک کلید F4 لاک میکنم. لوکاپ اری ستون پروداکت این رو هم به صورت لاک در نظر میگیرم و بعد ریترن اری یا آرایه‌ای که خروجی من درش قرار میگیره و من اطلاعاتش رو لازم دارم ستون کوانتیتی هست. انتخاب میکنم، لاک میکنم و تا اینجا من ایکس لوکاپ رو نوشتم. حالا کافیه برای اینکه جمع تعدادی این پروداکت ها به من داده بشه و تابع ایکس لوکاپ رو به عنوان ورودی تابع سام قرار بدم. وقتی این کار رو انجام بدم این خط فرمول به راحتی تمام پروداکت هایی که اینجا نوشته شده رو توی این ستون سرچ میکنه، مقدار کوانتیتی رو پیدا میکنه و در نهایت با هم جمع میکنه. خب ترفند دوم ترکیب ویلوکاپ و چوز هست. همونطور که میدونید ما امکان ویلوکاپ کردن یا جستجو کردن به سمت چپ رو نداریم. من الان اینجا ستون پروداکت و کوانتیتی رو با هم جابجا کردم، ولی توی کوئریم میخوام پروداکت ها رو انتخاب بکنم و کوانتیتی رو بر اساس هر پروداکت دیتاش رو داشته باشم. برای این کار میام از ویلوکاپ و ترکیبش با چوز استفاده میکنم. ویلوکاپ رو از تابع ویلوکاپ استفاده میکنم. این مقدار رو میخوام سرچ کنم. در این تیبل اریا انتخاب میکنم. این قسمت رو با F4 لاک میکنم و بعد این محدوده ای رو که انتخاب کردم رو به عنوان ورودی فانکشن choose calls انتخاب میکنم. در واقع این تابع choose calls میاد بر اساس ایندکسی که ما بهش میدیم این ستونها رو برای ما انتخاب میکنه. من الان بهش گفتم این محدوده دیتای من هست، ولی ستون دوم این ستون دوم هست به عنوان ایندکس 1 در نظر گرفته بشه و این ستون کوانتیتی به عنوان 2 در نظر گرفته بشه. در اصل من دارم مثل اینکه این پروداکت و کوانتیتی رو جابجا میکنم. وقتی که این کار انجام بشه به راحتی میتونم با ویلوکاپ مقدار ستون دوم یا همون کوانتیتی رو از جدولم بیرون بکشم. مقدارش رو هم فالس میذارم که دقیقاً اگزکت مچ باشه. این رو انتخاب میکنم و کلیک میکنم. همونطور که میبینید پروداکت 50 که حالا اینجا هم نگاهش میکنیم، پروداکت 50 با تعداد 19 تا رو برای من سرچ کرد و پیدا کرد و این رو به صورت
همونطور که میبینید با استفاده از تابع choose calls تونستیم جای ستون پروداکت و کوانتیتی رو عوض بکنیم و به عنوان یک ویلوکاپ ساده ازش استفاده بکنیم. فقط در نظر داشته باشید choose calls توی ورژن 2021 به بعد قابل استفاده هست. تو ورژن های پایین تر اکسل شما این تابع رو ندارید و نمیتونید ازش استفاده کنید. ترفند سوممون استفاده از یک ادین است. ادین فازی مچ. به کمک این ادین من میخوام نام فروشنده ها رو توی جدولم سرچ کنم و اونهایی رو که حتی خطای تایپی دارن، به عنوان مثال اینجا رامش با دابل ای نوشته شده و رامش اینجا با یک ای نوشته شده، میخوام حتی اینهایی که این مدل خطا رو دارن رو دیتاشو بتونم برگردونم. برای استفاده از ادین فازی مچ کافیه شما از منوی اینزرت قسمت ادین برید و فازی مچ رو از مایکروسافت استور اد کنید به اکسلتون و آیکون مثل این توی قسمت ادین اضافه میشه. این ادین یا افزونه 2 تا فانکشن داره، مچ و لوکاپ. خیلی شبیه به ایکس مچ و ایکس لوکاپ هست و با استفاده از این میخوایم این کار رو انجام بدیم. خب بعد از اینکه این ادین رو نصب کردید یا اد کردین به اکسلتون، میاین اینجا ابتدا از تابع choose calls استفاده میکنم و بعد با استفاده از فازی لوکاپ، دقیقاً مثل زمانایی که خیلی راحت وی لوکاپ یا ایکس لوکاپ رو انجام میدم، همون دستور و آرگومان ها رو براش می نویسم. ابتدا میگم این نام فروشنده رو در این تیبل برای من سرچ کن. این رو لاک میکنم و بعد بر اساس این که ما داریم و بعد تا خروجیمون رو انتخاب میکنیم. باز این محدوده‌ای که آدرسمون هست رو لاک میکنیم و بعد تو این قسمت من میتونم درصد خطا رو از 0 تا 1 مشخص کنم. 1 دقیقاً exact match هست، یعنی دقیقاً هر چیزی که نوشتم همون رو پیدا کن. 0 رو هم که دقیقاً منفیش هستش. حالا من برای اینکه این کار بکنم یا هیچ شباهتی 0 یا همون هیچ شباهتی وجود نداره، من برای این کار اینجا 1% وارد میکنم. میگم اگر 60% این نام فروشنده شبیه این نام فروشنده بود، دیتا رو برای من برگردون. پرانتز رو میبندم، کاما میذارم. چون choose calls رو انتخاب کردم، اینجا باید نام ستونهایی که میخوام ایندکسشون رو تایپ کنم و بعد اوکی میکنم. همونطوریم که میبینید رامش تو اینجا دقیقاً به خاطر اینکه من 60% شباهت رو در نظر گرفته بودم انتخاب شده، برای داره دیتا رو به من نشون میده. طبیعتاً این عدد هر چقدر نزدیکتر به 1 باشه، این محدوده سرچ شما کوچیکتر میشه. به عنوان مثال من الان این رو اگه 80 بذارم باز پیدا میکنه. یک بار دیگه این رو چک میکنم. میبینید روی 90% چون خیلی شبیه به 1 هست و نزدیک به 1 هست، دیگه این رامش رو با این در نظر نمیگیره.
پس این درصدی که من اینجا قرار میدم خیلی کمک میکنه به اینکه محدوده سرچم رو مشخص. ترفند بعدیمون ترکیب ایف و تکست اسپلیت و همینطور تکست جوین هستش. من یک سری سلز رپ یا همون نماینده های فروش دارم اینجا و اینجا هم دیتاشون وجود داره و شیفت های ساعت شیفت هایی هم که بودن لیست شده. همونطور که میبینید به عنوان مثال ورشا ما اینجا دیتا داریم، اینجا دیتا داریم و همینطور اینجا 2 تا دیتا. حالا بعداً باید چک بکنیم که این تکراری بودنش مشکلی برای تحلیل ما داره یا نه. اون یک مبحث کاملا جداست. توی این مرحله من میخوام دیتا هایی که با این اسامی یکسان هست رو از این ستون ها بیرون بکشم. تو قسمت اول با استفاده از if میگم که اگر این نماینده فروش یا این فروشنده مساوی بود با اطلاعاتش یا مقادیرش مساوی بود با این اطلاعاتی که اینجا نوشته شده لاک میکنم. اگر مساوی بود این مقادیر شیفت رو برای من برگردون، باز این رو هم لاک میکنم و اگر مساوی هم نبود که بلنک، هیچ دیتایی لازم ندارم. این رو کلیک میکنم. همونطور که میبینید برای ورشا 2 تا 5 4 1 2 تا 5 4 و 1 این مقادیر رو داره برای ما برمیگردونه. خب طبیعتا این مدل دیتا برگردوندن توی این قسمت به درد ما نمیخوره. یک کاری که میتونیم اینجا انجام بدیم این هستش که با استفاده از فانکشن تکست جوین بیایم این مقادیر رو به هم کانکتنیت بکنیم. تکست جوین رو انتخاب میکنم، پرانتز باز. اینجا از من یه دلیمیتر میخواد، یک جدا کننده میخواد. میگم با کاما اینها رو از هم جدا کن. کامای بعدیمون میگه مقادیر M3 رو چیکار کنم؟ بهش میگیم اینجا مقادیر M3 رو ایگنور بکن و در نظر نگیر. کاما میذارم. خب دیتا من بهش دادم و پرانتز رو میبندم. همونطور که میبینید مقادیری که مرتبط با ورشا بود 5 5 4 1 با یک کاما کنار هم قرار گرفت و این دیتا اینجوری قابل استفاده هستش. خب حالا یک موقعی هست که من میگم که میخوام هر کدوم از این مقادیر در ستونهای جداگانه‌ای قرار بگیره. برای این کار میام از تکست اسپلیت استفاده میکنم. تکست اسپلیت و توی این فانکشن ابتدا اون مقداری که هست رو دارم بهش میدم. اینجا به من میگه که میخوایم ستون هامون بر اساس چی جابجا بشه. من میگم که داخل اینجا من کاما دارم و بعد ستون رو میبندیم. یعنی تکست اسپلیت داره فقط میگه اون دیتایی که داری خب این قسمت دیتای من هستش و بعد میگم اون جاهایی که کاما هست رو جدا کن. همطور که میبینید تمام اون کانکتنیتی که اتفاق افتاد به صورت ستونهای جداگونه جدا شدن و قابل استفاده شدن. حالا کافیه این رو اسپیل بکنیم و برای بقیه سطرها هم استفاده کنیم. می‌بینیم به راحتی با نوشتن یک فرمول و یک خط فرمول هم تونستیم دیتا رو از ستون اصلیمون بیرون بکشیم و تو زمانایی که مقادیرمون تکراری هست یا دیتاهای دوپلیکیت داریم این مقادیر رو در کنار هم داشته باشیم تا بتونیم تشخیص بدیم چه کاری باید با این مقادیر دوپلیکیت انجام بدیم. ترفند بعدی ما در رابطه با استفاده از XLOOKUP هست و مچمود. من اینجا یک فایل کامیشن دارم که نماینده های فروش یک سری تعداد فروشی رو انجام دادن. من میخوام کامیشن اینها رو حساب بکنم
ولی همونطور که میبینید من درصد کامیشن هایی که دارم برای یک رنج از فروش هست. به عنوان مثال از 0 تا 25 عدد فروش 5% کامیشن میگیره و به همین ترتیب تا 96 که بالاترین کامیشن که 25%. خب من برای اینکه به نسبت این فروش بتونم کامیشن ها رو در بیارم، ابتدا یک کف عدد یا حداقل عدد رو لازم دارم. به عنوان مثال تو بازه عددی 0 تا 25 0، 26 تا 70 26، 71 تا 95 71 و 96 دقیقا همون اعدادی که رنج کامیشن ما توش شروع میشه رو به عنوان کف کامیشن در نظر میگیرم. توی مرحله بعدی میام با استفاده از X lookup میگم این مقدار سلز رو در این لیست سرچ کن، این رو لاک میکنم و مقدار کامیشن رو برگردون، کامیشنی که مرتبط هست. حالا اینجا یک موردی هستش که کمک میکنه ما بتونیم کارمون رو انجام بدیم. ما اینجا یک گزینه‌ای داریم -1 که exact match or next smaller item. این یعنی که من اگه -1 رو بزنم این میگرده 96 رو به کوچکترین عددی که نزدیک هست مقایسه میکنه و برای من برمیگردونه. من پرانتز رو میبندم و اوکی میکنم. همونطور که میبینید برای فروش 96 عدد 25% کامیشن رو برگردون. خب این رو تست میکنم روی بقیه اعداد و نگاه کنید روی 21 عدد فروش 21 بین 0 تا 25 هست، 5% فروش رو برگردون. 85 بین 71 تا 95 هست توی کامیشنش، پس 10% و 10% رو داره برمیگردونه. توی گزارشاتمون میتونیم از این X lookup به همراه -1 که نزدیکترین عدد رو و کوچکترین عدد رو داره برای ما برمیگردونه استفاده بکنیم